مرکز مطبوعات سرایوسط قشون‌های سرحدی کمیته امنیت ملی تاجیکستان شام 27 ایون با نشر یک اظهارات خبر داد که صبح یکشنبه 27 ایون گروه مسلح حرکت طالبان به پاسگاه سرحدی چوکچوک در ولسوالی کلدار ولایت بلخ افغانستان حمله کردند و در نتیجه این زده‌خورد که تا ساعت 15:20 ادامه یافت 17 خدمتچی حربی قوه‌های حکومتی جمهوری اسلامی افغانستان به مقاومت تاب نآورده توسط حدود محافظتی دیدبانگاه یکم شهریتوس سرحد دولتی را عبور کرده به سمت جمهوری تاجیکستان فرار نمودند. قشون‌های سرحدی تاجیکستان گفت سرحدبانان تاجیک با به اینابت گرفتن رابطه نیک انسان دوستی و حسن همجواری به گریزگان اجباری برای ورود به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازه دادند. بنا به این منبع وضعیت عمومی در این منطقه مرکب باقی مانده، زده‌خوردهای مسلحانه بین گروه‌های حرکت طالبان و قوه‌های حکومتی افغانستان ادامه دارد. در 5 روز اخیر این علاقه دومین مورد زیر فشار جنگجویان طالبان به خاک تاجیکستان عقب نشستن نیروهای دولتی افغانستان است. یادآور می‌شویم در چند روز اخیر جنگجویان حرکت طالبان حدود 60 ولسوالی را در گوشه‌های گوناگون افغانستان از جمله 8 ولسوالی و 2 گذرگاه را در مرز با تاجیکستان اشغال کردند. جنگجویان طالبان از جمله شب 21 ایون به شیرخان بندر حمله آوردند و علاقه صبح 22 ایون بر آن دست یافتند. قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که روز 22 ایون در پی سقوط شیرخان بندر 134 عسکر و افسر نیروهای حکومتی افغانستان با سلاح‌های خود به قلمرو تاجیکستان عقب نشینی کردند و جانب تاجیکستان از نگاه پرینسیپ‌های انسان دوستی آنها را به قلمروش راه داد.